سلام با دوستان انگور و عزیزان گروه پیوندگر، امیدوارم خوب هستید. من قرار دارم در نزد انگور الویکا در باره چند ویدیو کرده بودم. وقتی میبینید یا استعمال میکنید باز میخواهید یک بارگه ویدیو کنید، مرحمت. یک دونه انگور رو استعمال میکنید باور که راحت میکنید. یگان جوی تعریف نیست. کدومی که انگور چشیده باشد الکی میدوند. این قریب پیشپزک است. خیلی شد در انگور کشول است، به خاطر همین الکی مویز شده ایستاده است. لیکن به خاطر همین چی گویم انگور خوب است. این انگور رو چند تعریف کنیم میزیبد. بسیار انگور داریم، هر یک کدامش خاصیت خیچه دارد. مرحمت. در ویدیو کلونیش میتوبد نمیتوبد، لیکن باور کنید بمبا. چی گویم، از همین من 2 سال از مویز میکنم. هرچند دانه هم داشته باشد لیکن به حد مویزی خوب میاد. انگور گوشتی که است مویزش خوب میاد. مرحمت. یعنی مویزی با مزه میاد. از بسیار انگورها مویز میکنیم میسنجیم، لیکن از همین انگور به حد مویزی خوب میشود. استعمالش هم استعمال عجیب. در شکلم عجیب انگوری خوب. مرحمت. پولنی پخته رسیده است. از این قلمچه نهالا میشود. خدا خواهد کدامی در کورد. سلامت سربلند باشید.